به نام خداوند بخشنده مهربان و دعا و درود بر جناب پیامبر گرامی اسلام و به عرض سلام و پیام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قدر. از بس که پیش یک ماه مبارک یک مهمان بزرگ و شریف قرار داریم، تصمیم گرفتیم که چند لحظه در سفره این ماه با شما باشیم و این هم موضوع امروزه ما در اطراف اطعام طعام، یعنی آماده کردن طعام و افطار کناندن یک روزه‌دار صحبت داشته باشیم. از سبب این که این چند روزه که این ماه مهمان ما هست، در هر روز خودش این افطار در ما هست و روپروی این ساعت هستیم، خواستیم در فضیلت این صحبت داشته باشیم و شروع از حدیث پیامبر گرامی اسلام که در اطراف همین موضوع هست که پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند من فطر صائما کان له مثل اجره. پیامبر گرامی اسلام در این حدیث مبارک که از حضرت زید ابن خالد روایت شده فضیلت افطار را بیان می‌سازد و خاصتا نفری که یک مسکین و یک فقیر را افطار می‌کناند فضیلت این را بیان می‌سازد و می‌فرماید که اگر نفر روزه‌دار را افطار کنانید ثواب همون روزه گرفتگی اون را خواهد گرفت، یعنی به این معنا که اون نفر ثواب روزه خودش را میگیرد به همون مقدار ثواب نفری که افطار کننده است ثواب خواهد گرفت. اگر انسانی که در دست شرایط داشته باشد و در این ماه مبارک چند نفری را افطار کننده باشد، اگر رفت و 50 نفر باشد 60 نفر باشد، گویا آن که این نفر 50 روز یا 60 روز روزه داشته باشد همین مقدار ثواب روزه را خواهد گرفت. این هم یکی از فضیلت و یکی از رحمت خداوند است که بالای بنده اون را هدیه ساخته است. و اینچنین در دوام حدیث پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیء، از اون ثوابی که این نفری روزه گرفته میگیرد از اون چیزی گرفته نمیشد. اون نفری روزه گرفته ثواب خودش رو میگیرد و این نفری که روزه‌دار را افطار میکناند ثواب دیگری رو میگیرد، یعنی به مقدار یک روز ثواب خواهد گرفت. و این یک فضیلت بزرگ است که خداوند برای بنده ها هدیه ساخته. و ببینید که فضیلت یک نفری که روزه میگیرد چه مقدار بزرگ است که خداوند در حدیث قدسی می‌فرماید الصوم لی و انا اجزی به. خداوند می‌فرماید که روزه از من است، یعنی به خاطر من گرفته می‌شود و پاداش این روزه را خداوند می‌فرماید که من می‌دهم. یعنی این اشاره به این است که این روزه خیلی ثواب بزرگی را دارد و نفری که اگر دستش رسید و نفر دیگری را افطار کنانید این مقدار ثواب بزرگ را روز قیامت خواهد گرفت. و اینچنین بزرگهای دین، دانشمندها یک خصلت عجیب در این ماه مبارک داشتند که کوشش میکردند تا یک نفری را افطار کننده باشند. و از حضرت حسن و از حضرت ابن مبارک روایت می شود که این بزرگای دین برای مردم اگر چند خودشان روزه‌دار بودند باز هم خدمت میکردند. و اینچنین از دیگر اهل علم آمده که خودشان تنها افطار نمی‌کردند، اگر یک مقدار طعام کمی هم که در دست می داشتند با یک نفر در داخل مسجد یا که در صحن مسجد اون را تناول می‌کردند تا اینکه ثواب بیشتر شود. و اینچنین اگر نفری که نمی‌تواند یک روزه‌دار را طعام آماده کند، حداقل یک خرما یا یک آب را برایش هدیه کند، خدمت اون را کند، ان شاء الله که از ثواب خالی نخواهد ماند و اجر خواهد گرفت. و الله مهربان هر یک من و شما را توفیق آن داده باشد تا که برای یک روزه‌دار خدمت کرده باشیم که این ثوابی است که روز قیامت خداوند برای بنده هایش برای روزه‌دارها عطا میکند، از آن بهره گرفته باشیم. و بار دیگر این ماه مبارک را خوش آمدید میگوییم تا این کوشش کنیم که در این ماه مبارک ثواب زیادی را به دست آورده باشیم، زیرا این ماه پاداش است، این ماه اجر است و خدمت روزه‌دارها را کرده باشیم تا اینکه خداوند برای ما ثواب زیادی را نصیب کرده باشد.
السلام علیکم و رحمت الله.